متوجه باش. من از همین خاطر در حیرتم، در قاموس طالب العلم، در قاموس حافظ قرآن آمادگی با تمام به خاطر ادای سنت من نمی بینم. من در حیرتم چرا یگانه کسی که باید سنن پیامبر حتی زوایدش را عملی کند باید طلاب می بودن، باید حفاظ قرآن می بودن. وقتی که بالای این دو قشر ما نمی توانیم سنت پیامبر را، ما نمی توانیم که سنت ها را ما تعمیل کنیم، من نمی دانم که اینها کی را به ما نشان میتن که مصداق عمل سنت پیامبر بوده باشد. به طور مثال، یک مثال ساده، دستار بله فرض نیست، واجب نیست، نفس ثبوتش ثابت است، به بخاری مسلم ثابت است، صراحتا ضمنا ثابت است. جناب رسول معظم در مسلم حدیث است، دخل مکه و علیه عمامة سوداء، در مکه داخل میشه بالایش دستار سیاس بالای سرش، نماز را پیامبر به دستار میخوانه، فرض نشد، واجب نشد. آیا به ایمان بگو که سنت هست نیست؟ بلند بگونی سنت هست نیست، فضیلت هست نیست، پس چگونه یک ترک جمعی از طلاب دیده میشه؟ خودتون قضاوت کنین. حیث فرض و واجب التزام نمیگویم که باز نگوین که از مرتبه تغییر کردی. آیا شما میپذیرین که 70 و 80 هم نمیگم، نفس فضیلت نماز به دستار را میپذیرین یا نه؟ که میپذیرید چرا تاریک استی؟ پس به می اساس گفتنی و یک مثال ساده بود. مسواک سنت مؤکده هست، اشاره سبابه سنت مؤکده هست. من در زمانی که در پالویم طلاب استاد میشن، همیشه حفاظ کسایی هستن اصلا اشاره سبابه را نمیدانن، اصلا بحثای دیگری که در زندگی هست اونا سنت ها خو رفته، سنن مسجد رفتن، سنن مسجد زندگی کردن، سنن تشناب، سنن کتاب دیدن، سنن قرآن باز کردن، خواندن، سنت ها با کلی از بین رفته. آیا پیامبر در تقسیم اوقات زندگی من و تو تلاوت قرآن را از 3 روز تا 40 روز ترتیب داده نداده؟ در 3 روز یک ختم، در یک هفته ختم، حد اکثرش از 40 بالا نشوه. تو را با خالقت که 10 ماه که در مدرسه زندگی میکنی، کتاب مختصر معنی میخوانی، در 10 ماه چند ختم میکنی و به خالقت قسم راست تا بگونی والله اعلم، یک تارم والله اعلم. ها سنن روزه های دوشنبه و پنجشنبه، سنن روزه های ایام 20 13 14 15، سنن روزه ایام ذوالحجه 9 روز، سنن روزه 10 محرم 9 و 10. تو دانی و خالقت که دمی عمر داری چند سال همی سنن پورا کرده؟ بگونی. سنن صدقه و سخاوت مخصوصا در رمضان مانند باد مرسله چند تا را پورا کرده؟ مرا وادار نساز، ما الحمدلله به قدر توانم هستم، اما چون ریا بحث جدایی هست و به جای خودش باشه در حد توان، اما چیزی را که من نمیتونم روزه ها هست، به خاطر از که من همراه روزه امتحان کردم تدریس نمیتونم. زمانی که دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرم تدریس نمیتونم، چون صحت ما درست نیست، گرده مشکل داره، بعض مشکلات دیگه. وگرنه الحمدلله ما در ایام طالب العلم بودن ما این سنت ها را انجام دادیم. در اولین سالی که به مدرسه برآمدیم 2 سال اعتکاف شیشتیم. پس اعتکاف سنت مؤکده بالاتر از بسیار سنت ها است. پس از شما آمار بگیرین طلابه که فیصدی چند تا طالب به اعتکاف آماده بوده. پس اینال آمدم که سنن از زندگی ما رفت. سنت را در بالای طالب و قاری عملی نمیتانی، او مردی که بالاتر از این بکنه او را کی را که پیدا بکنیم. پیامد منفی ترک فرض، ترک واجب، ترک سنت ما را به اینمی جای رسانیده که گمراه راه گم شدیم. راه بیرون رفتش مانند یک معادله الجبری لاینحل، هیچ ریاضیدانی نمیتواند که حل کنه جز از فرامین قرآن که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. برای مؤمنه نیست که اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. خواب است بیدار، اینال خودت با خودت بیاندیش، دیگه مازی بالا گفتنی ندارم. باقی فرایض خوبمان حسد و کینه و بغض و عداوت و فرایض اله و خوردن حلال و حرام و گدایگری و دیگه اوناش خو گپای است که خودت میفهمی، اون گپای است که خودت میفهمی. فقط گور دیگ بجوشه ولو که گور بسوزه، خلاص کار ما اینمیست دیگه. هدفم در حساب به فرض و سنت بود، خودتان میدونین کارتان. این گفتنی های ما بود که گفتم خدمتتان.